گران افراطی سلفیه وهابیه بسیار فعال شدگی هستند و مانند ابو محمد مدنی اگر ما به مذهب ابو حنیفه امام اعظم توفیق صوفی رحمت الله از جانبی بعضی ها گروه ها تشکیل میشد، فرقه ها پیدا میشد، هر گونه اختلافات را به وجود میآورند. عقیده شما رو میفهمید. مسائل اختلافی رو بین مردم جوانان فهم میکنند تا با این وسیله ضدیت و نزاع ها را در جامعه مردم را تفریق کنند، جدا کنند. خطر در چی دارد؟ خطر در آن دارد که مردم را در بین مردم اختلافات آرامی چیزی یعنی چه آیله چیز دولت میشود. امروز ببینید که عقیده وهابیه سلفیه و پیروان آنها به مانند ابو محمد مدنی یک مسئله که مردم ما به اساس و به اعتقاد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله سبحانه وتعالى و درود بی پایان به پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم. هر کسی را که الله سبحانه و تعالی او را هدایت کرد یگان گمراه کننده نیست و هر کسی را که الله او را گمراه کرد یگان هدایت کننده نیست. الله سبحانه و تعالی را حمد و سپاس و شکر میگوییم که این نعمت اسلام را، دین اسلام را برای ما ارزانی فرمود. و امروز میخواستم درباره کسانی که برآمدند صحبت کردند بر ضد طالب علمای اهل سنت و الجماعت، گویا که اینها سلفی باشند و وهابی باشند. حالا اون که ما نگفتیم که ما وهابی هستیم یا که سلفی هستیم. ما عقیده اهل سنت و الجماعه، عقیده قرآن و سنت و آن عقیده هایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگان داشتند همان را ما داریم. برای همین سبب کوشش نکنید، حرکت نکنید که ما را با یگان نام سیاه بکنید. ای علماء السو، علمای بد، و این دعای هایی که امروز برآمدید، سه چهار جهلا برآمده است درباره احکام و فروعات بر ضد اهل سنت و الجماعت، گویا که آنها زده ایستاده باشد. ما وقتی که صحبت کردیم، صحبت خود را گوییم از قرآن و سنت رد زدیم بر حاجی میرزا و بختری و عبدالرحیم و غیره ها. اینها گمان کردند که ما درباره گویا گفته باشیم که حاجی میرزا دستش را زیر ناف میگذارد، نماز او درست نیست، یا که مثلا درباره احکام گویا که ما او را رد زده باشیم. سبحان الله، مگر شما ثبت هایی که طالب علمای اهل سنت و الجماعت صحبت کرده هستند مگر شما گوش نکرده هستین؟ می روین اصل دین را گذاشتین، توحید را گذاشتین، کفر به طاغوت را گذاشتین، الولا و البرا، دوست داشتن به خاطر الله، بد دیدن به خاطر الله را گذاشتین و به احکام رفته ایستادین. در احکام و فروعات و جزئیات چه خیلی که برای همه ما معلوم است، 4 مذهب به همدیگر اختلاف دارند. یعنی این مسئله مختلف فیه هست و ما نگفتیم که هر کسی که در مذهب امام ابو حنیفه است درست نیست یا که حرام باشد. اعوذ بالله، این تهمت است. این البته حاجی در همین ثبت آخرینش گفته بود که گویا که ما هر کسی که در مذهب امام ابو حنیفه است حرام گفته باشیم. اعوذ بالله من ذلك، بهتان است، تهمت است. و ما یک بار دیگر عقیده خودمون را بیان میکنیم. کسانی که در مذهب امام ابو حنیفه هستند نماز آنها درست است، نماز آنها درست است لیکن کمبودی دارد. نماز آنها قبول است. البته امام ابو حنیفه یا که دیگر مذهب ها اجتهاد کرده هستند.
پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که هر کسی که اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجر واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر. این حدیث را از عمرو ابن العاص این حدیث را روایت میکنند، الله از او راضی باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که هر کسی که حکم کند، هر حاکمی که حکم کند، اجتهاد کند، اگر خطا کند، اگر خطا نکند 2 اجر میگیرد، اگر خطا کند 1 اجر میگیرد. این مسئله معلوم است. شما داملاها ملاهایی که در منبر رسول صلی الله علیه و سلم نشسته هستید، درباره توحید مردمان را فهمونید، درباره یگانه پرستیدن الله فهمونید، درباره ربوبیت الله سبحانه و تعالی فهمونید، درباره الوهیت سبحانه و تعالی فهمونید، درباره اسما و صفات فهمونید. امروز شما اشعری های ماتوریدی ها خودتون را معلوم کرده هستید که صفات های الله را انکار میکنید و الله را، علو الله را انکار میکنید که الله سبحانه و تعالی در 7 سوره، در 7 آیت قرآنی گفتگی است که الله بعد از آنکه زمین و آسمان را آفرید بالا بر عرش شد. برای چی این را بیان نمیکنید؟ زیرا اینکه شما این آیت ها را انکار میکنید، قبول ندارید. این آیت ها را تحریف دارید، تحریف میکنید. برای چی امروز داملاهایی که در منبر رسول صلی الله علیه و سلم و این 4 جهلایی که برآمده است، برای چی درباره سطر گام نمیزنی؟ برای چی درباره ریش صحبت نمیکنی؟ درباره چی ریش موندن این سنت رسول صلی الله علیه و سلم است، درباره این صحبت نمیکنی؟ برای چی جوانهایی که تا 18 ساله هستند به مسجد رفتن درست نیست، من است، درباره این صحبت نمیکنی؟ تو یک بار صحبت کن، مرد باشه اگر صحبت کن، در اون منبر شین، از ترمه نترس، از زندان نترس. برو بگو که ای کسانی که شما برای ما هر جمعه یک نمیدونم یک ورق رو برای ما میدهید که همین رو بخونید که شما این اشکم پرستا میگیرین میخونین، کو همون ورق رو یک چید ما گوی که ای رؤسا، ای سردارها، این سطر امر فرموده الله سبحانه و تعالی هست. سوره احزاب 59، سوره نور 31. این سطر امر فرض الله سبحانه و تعالی است، باید این تطبیق کرده شود در مملکت جمهوری تاجیکستان. برای چی حاجی میرزا، ما به حاجی میرزا کار دارستم و به بختری و به جن پرست و به دیگر کسا مراجعت من برای همین ها است که برای چی درباره سطر گام نمیزنی حاجی؟ برای چی درباره ریش صحبت نمیکنی؟ برای چی درباره این که من از تا 18 ساله رفتم برای چی صحبت نمیکنی؟ برای چی امروز ضد علما، ضد طالب علمای حق زده ایستادی؟ مگر از الله نمیترسی؟ از الله بترس. اگر عذاب الله بالای توی بیاید، یگان کسی، یگان نصرت دهنده را نمیابی حاجی. یگان نصرت دهنده، یگان تواقی بالای تو آمده حاجی بخشش من همین امرها را برای تو گفته بودم بیا من توی نجات دهم نمیگوید. او خودش را نجات داده نمیتواند. و ای کسانی که شمایان سبحان الله کمتر شرم کنین، اگر شما خودتون را با میگویید که ما الحمدلله مسلمان هستیم میگویید، اگر شما مسلمان باشید همین وظیفه هایی که به همین علمای بد میدهین، علمای دعای های بد میدهین، کمتر از الله شرم کنید. یک قرآن رو خوانین، همین در همون اتاقی که میشینید که به بعضی از کارها مشغول هستی یا که وقتی که کاری تو به انجام میرسد دیگر کارات، یک قرآن رو بگیر بخوان که الله سبحانه و تعالی امر کرده سطر گرفتن را. مگر شما میخواهید که در مملکت تاجیکستان الله سبحانه و تعالی یگان زمین لرزه، یگان صدمه همین چیزها رو بیاورد، یگان بلا رو بیاورد؟ میخواهید همین چیز را؟ میگوید که البته ما این رو نمیخواهیم چون که مشکلی میشود. برای همین سبب
که مشکلی برای تو نشود، یگان زمین لرزه نشود، تو باید این قرآن را بگیری و قرآن که با زبان تاجیکی ترجمه شده است که نمیفهمی عربی را، بگیر هم را بخون. تو اگر ممکن یگان نیتی داشته باشه که یگان داملا را فریاد کرده درباره همین چی میگوید شما داملا، از اینها نپرس. تو اینها تو را فریب میدهد. خودت بخوان و خودت بفهم که الله سبحانه و تعالی در قرآن چی گفته ایستاده است. خالق تو بیان کرده ایستاده است. سوره احزاب آیه 59 را بخون، تفسیرش هم با زبان تاجیکی نوشته شده است. یا که سوره نور آیه 31 بخون، بفهم، خودت بفهم. به این داملاها، این ملاها باور نکن. اینها تو شمایان رو فریب داده هستند، فریب میدهند. آنها از شما میترسد که اگر همین از حق بیان کنه، این میگه این عقیدهش خطا است، در رو زندان میکنه. تو اینها رو نپرس. برای همین سبب وقتی که تو خودت رو مسلمان میگیری، قرآن و سنت باید زندگانی تو باشد. حاکمی تو قرآن و سنت باشد. خیستنی تو، ششتنی تو، خواب رفتنی تو، آمدنی تو، رفتنی تو، مماتی تو، مردنی تو، باید همش از برای الله تعالی شود. برای همین سبب امروز که شمایان خودتون رو مسلمان میگید که من الحمدلله مسلمان هستم، به این داملاها، به این ملاها هرگز اینها رو گوش نکنید. البته من همهشان رو نمیگم، مگر همون کسانی که ما نام گرفتیم که اینها عقیدشان بد است، اینها رو گوش نکنید. یک طالب علم اهل سنت و الجماعت رو بیارید، همون گوییم قرآن رو برای شما بفهماند با فهمش سلف این امت، و به این قرآن عمل کنید، به سنت رسول صلی الله علیه وسلم عمل کنید. ان شاء الله بلای الله سبحانه و تعالی برای شمایان نمی آید، عذاب الله نمی آید، و هم در این دنیا سربلند می شوی و در هم آخرت ان شاء الله سبحانه و تعالی جنت منتظری این شخصانی هستند که به قرآن و سنت عمل میکنند. دنیا را به یاد نآورید. مال و پول، نمیدونم ماشین های گوییم قیمت بها، اینها رو از یاد خود دور بکنید. زیرا اینکه شما و ما از این دنیا میرویم. کل نفس ذائقة الموت ثم الى ربکم ترجعون. هر یک شخص چشنده مرگ است. تو، من، حاکم است، رئیس است، یا ای که آدمی ملا هست، داملا هست، آدمی عادی هست، همه ما این دنیا را پدرود میکنیم. برای همین سبب بیایید قرآن را بکشایید، بخونید، ترجمهش را بکشایید، بفهمید و قرآن و سنت را تطبیق بکنید. و از ملامت کنندگان نترسید. هرچی گفتم میگرد، اینها پیروان شیطان هستند. برای این سبب مراجعت ما به دیگر داملاها، به دیگر ملاهایی که به دیگر مردم ملت تاجیک همین هست که غیر این گمراه شدگان فریب این داملاهای تواغیت را نخورید، ملاهای درباری را نخورید. خودتان بفهمید، بخوانید، علم بگیرید و زندگانی خودتان را با قرآن و سنت زنده بکنید. بارك الله فيكم ووفقكم الله بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.